سلام بچه‌ها، چطورین؟ آقا پاشیم بریم یه باشگاه، بعدش بریم واسهتون توضیح بدم که فرهنگ کانادایی که میگن یعنی چی. بریم. آقا عجب باشگاهی بود، جاتون خالی. اومدیم تو این منظره به این قشنگی، گفتیم براتون یه فیلم اینجا بگیریم. خب بریم از اولین چیز جذابی که من تو کانادا دیدم و فرهنگ کانادایی بود بگم. اینکه اینجا هیچ کس ازت هیچ سوال اضافه نمیپرسه. برخلاف اینکه ما تو ایران آدم‌هایی داریم پر از سوال‌های اضافه، اینجا حتی ازت نمیپرسن آقا دینت چیه؟ دختری یا پسری؟ چون ممکنه شما مثلا هم ترنس باشی. اینجا ازت هیچی نمیپرسن. مگر کسایی که هم فرهنگ‌های خودمون باشن، مثلا آسیایی باشن، عربا، اینا کسایی هستن که همچنان ازت میپرسن بچه داری یا نداری؟ نمیخوای بچه دار بشی؟ حقوقت چقدره؟ چیزای این مدلی. اینکه قیافه من این مدلیه چون دیشب دانشگاه برنامه گذاشته بودش واسه حال سال جدید. آره بک تو اسکول بود، بک تو اسکول پارتی بود. پس سر همین بچه‌ها هم گرفتن نقاشی کردن. فکر کنم از دیشب تا حالا یکی نیومده آقا این رو صورتت چیه؟ من حتی این مدلی رفتم باشگاه. یعنی این یکی از بهترین چیزاییه که اینجا می‌بینی. یعنی من یه چیزی که مثلا یادمه اینه که یکی اومده بود خونمون، بعد من اون موقع واسه نوید خیلی کادو گرفته بودم، به خاطر اینکه می‌خواستم خراب نشه کادوام گذاشته بودم بالای کابینت که بمونه. همچین آدمیه. خونه ما رفته بود، زنگ زده بود به خواهرم پرسیده بودش که چه جوری بالای کابینت اینا چی بوده که اینقدر شلوغ بوده. حتی تا اینجا من وقتی اومدم اینجا واقعا خیلی چیزای اینجوری میخوره تو صورتم. آره. که تو ایران بوده. تازه میای اینجا میفهمی که چی بوده تو ایران. آفرین. یعنی من خیلی وقتا اونجا که کار میکردم آدما میومدن پیشم بهم میگفتن ببین ما یه بعد زندگیمون واسه دیگرانه. یعنی استرس انقدر دارم، انقدر استراب دارم که یه وقتی بچه دوممو بیارم مثلا مادر شوهرم بهم نگه چرا بچه دیر آوردی. آره. واقعا به نظرم این بهترین چیزی بود که من اینجا دیدم. خیلی راضیم ازش. آره. یه چیز خیلی خوبه دیگهش اینه که اینجا هر مدلی دلت میخواد میتونی لباس بپوشی. مدل موهاتو هر مدلی میخوای، رنگ موهاتو. یه دختر میبینی اینجا کچله، یه پسر میبینی موهاش بنفشه. من الان یه همکلاسی دارم پسر ناخوناشو لاک میزنه، نمیدونم موهاش یه سمتش بنفشه. هیچ کس سر کلاس نگاش نمیکنه جز شاید فقط ماها که مثلا یه فرهنگ دیگه اومدیم واسمون خیلی جذابه و این پسر الان موهاش این شکلیه مثلا نگاش کنیم. اینجا میتونی هر جوری دلت میخواد بدون اینکه هیچ کس قضاوتت کنه زندگی کنی. خیلی هاشون اینجا بچه‌های نوجوانشون آرایش نمیکنن، اما از اون ور ماجرا خیلی عشق تتو هست. یعنی بعضیاشون واقعا شبیه دفتر نقاشی هم وقتی نگاهشون میکنی. بذار فرهنگ رانندگیشون میگم. فرهنگ رانندگی عالی، مگر اینکه کسی مثل خود ما باشه، مهاجر باشه که یه ذره از این کارهای خلافی انجام بده. اونم به خاطر اینکه جریمه هاش خیلی زیاده و پلیس اصلا شوخی نداره. یعنی اینجا اینجوری نیستش که بگی سرهنگ ببخشید خانومم زایمان داره، مادر زنم مریضه، حالا این دفعه رو ببخشید. اصلا شوخی ندارن. یعنی نوید دقیقاً همچین چیزی رو تجربه کرده. 800 تا یه بار جریمه داده، امتیاز منفی گرفته که 10 سال روی گواهینامه‌ش این امتیاز منفی میمونه. آقا در مورد فرهنگ غذایش اگه بخوام واسهتون توضیح بدم، بعد بگم که اصلا فرهنگ غذایی اینجا وجود نداره. یعنی چی وجود نداره؟ یعنی اینکه کلا اینجا غذایی ندارن که برای خودشون باشه که بگن که آقا مثلا این غذا هاست و بگی آقا آره مثلا این غذا از فلان شهر اومده، اون یکی غذا از فلان شهر اومده، مربوط میشه به فرهنگ اونجایی. نه هیچی. تنها چیزی که اینجا فکر کنم داشته باشن که اونم واقعیت چیز خاصی نیست، پوتینه. یعنی یه سیب زمینی با پنیر و یه سس. این کل غذای ملی کاناداست که البته مال کبک هم هست. و اگه چیز اینجا شما مشاهده میکنین، غذا مشاهده میکنین، همش برای فرهنگای خارجیه. مثلا ایرانی‌ها واسه خودشون اومدن اینجا رستوران زدن، غذاشون رو آوردن وارد اینجا کردن. خیلی هم هستن که غذای ایرانی خوردن گفتن آره آقا عجب کبابایی دارین شما. یا مثلا خیلی هستن که غذای لبنانی آشنا شدن به خاطر همین رستورانا، چه میدونم فلافل میخورن، شاورما میخورن، چیزای مختلف میخورن، یا غذای چینی. و در نتیجه پس از خودشون به خودی خود هیچ غذای خاصی ندارن، همش غذاییه که از کشور مختلف اومده. آقا جدا از این که فرهنگ غذایی ندارن، سلیقه هم ندارن.
یعنی چی؟ یعنی که مثلا توی رستوران، توی کافه اینا هیچ کدومشون یه رستوران کافه پیدا نمی‌کنن که خوشگل باشه، یه دیزاین قشنگی داشته باشه. مثلا بگی آقا من میخوام فلان روز مثلا دوست دخترم بردارم ببرم اونجا، اصلا هیچی، انگار که رفتی توی لامیز. مثلا لامیز به خدا 100 رحمت به لامیز، خیلی دکورش قشنگتر از رستوران‌های اینجاست. در نتیجه آدمای تجمل‌گرایی اصلا نیستن. حتی شما توی آرایش کردنش هم میتونی متوجه بشی، یعنی قیافه آدماش همه ساده، یکی نیستش که بگی آرایش خارجی کرده. اگه هم کرده مطمئن باشین که همون سمتای خودمونه. آقا اینم بگم شاید به خاطر اینه که انقدر آرایش نمیکنن که پوستاشون خیلی خوبه، یا مثلا موهاشون هایلایت آمبرست سامبرست ندا نیستش که ببینه، نه. ولی اگه مثلا این شکلی نبودن شاید بیشتر آرایش میکردن. من احساس میکنم بیشتر اینا به پوستشون میرسن به جای اینکه بخوان وقتشون رو هزینه‌شون بزنن روی آرایش کردن. خدادادی دیگه موهاشون هایلایت، خدادادی خوشگلن، در نتیجه احتیاج ندارن که آرایش کنن. اوه صاحبش اومد. بذار بچه‌هاشون بهتون بگم، یعنی خوشگل‌ترین بچه‌های دنیا، رنگ پوست سفید، موها کرلی بلوند، اصلا عشق. وقتی اینا رو میبینی تصمیم میگیری میگی چه کاریه من دیگه بچه بیارم. خب اما یه ماجرایی تو این بچه‌هاشون وجود داره. ماجرا اینه که از وقتی بچه‌ها معمولا میرن مهد کودک، مامانا خانواده ها بهشون یاد میدن که بچه‌ها با هیچ غریبه ارتباط برقرار نکنن. یعنی شما وقتی میری تو فروشگاه بچه‌ها رو میبینی، وقتی بهشون لبخند میزنی به هیچ عنوان جواب لبخندتو نمیدن، مگر بچه‌های زیر سن مهد کودک باشن، یا مثلا بچه‌های مهاجری باشن که حالا از کشورهای دیگه اومده باشن، تازه اومده باشن، اون موقع جواب لبخندتون رو میدن. برخلاف اینکه مثلا من یادم ما تو ایران خیلی وقتا بچهای دیگران رو میدیدیم گفتیم خاله عزیزم چطوری خوبی. اینجا اصلا همچین چیزی جواب نیست. یعنی با بچه‌ها به هیچ عنوان شوخی نباید کنی. یا اگه بخوای یه بچه فیلم بگیری، اگه به سن مهد کودک رسیده باشه، خیلی وقتا خودش بهت میگه من نباید فیلم بگیری. من همچین اتفاقی دقیقاً اینجا واسم افتاد. بچه بهم گفتش که خانم من نباید فیلم بگیری، در حالی که من تو پارک داشتم همینجوری فیلم میگرفتم. ماجرای بعدی فرهنگشون اینه که اینا اصلا اینجا تعارف ندارن. من یادمه مثلا من با دوستام رستوران میرفتم، خیلی وقتا یک کدوم میگفتن من حساب میکنم، نه من حساب میکنم. یا اگه با هم دیگه میرفتیم بیرون یک کدوممون ماشین میبردیم، دیگه ماشین برده بودیم دیگه اینکه نه فلانی باید پول بنزینشو بده، اون یکی باید پول پارکینگ بده، نداشتیم. وارد اینجا که میشی اصلا دیگه خیلی آدمای رکیان. یعنی وقتی میری رستوران اولا قراره مثلا هر کی سهم خودش رو بده. یه وقتایی هم ممکنه حالا مثلا مهمان بشی، ولی معمولا اینجوریه که هر کی واسه خودش کارت میکشه. یا اگه قراره با دوستات بری بیرون، مثلا ما میگیم خب ما ماشین میاریم، اونا میگن که مثلا خب پول بنزین رو ما میدیم یا پول پارکینگ رو ما میدیم. اینا رو کاملا بهت میگن. اینجوری نیستش که بگن که نه حالا خواهش میکنم حالا این دفعه پول بنزین رو من میدم، بابا قابلی نداره، که اصلا همچین چیزایی نیست. به نظرم خیلی فرهنگ خوبیه. شاید اولش که میای اینجا یه ذره واسه سخته، چون ما تو اون فرهنگ تعارفی بزرگ شدیم، اما کم کم که میگذره میبینی نه خیلی هم خوبه. خب میری بیرون دیگه میدونی هر کی دنگ خودشو میده، اگه تو داری ماشین میبری اون پول بنزین رو میده. و اگه اینجا یه چیزی میخوای تعارف کنی، ببین مطمئن باش اگه میگی غذا میخوری، غذا رو میخوره. اگه بخواد بخوره، اونجوری نیست مثل ایران که بگی حالا زشته بذار بهش تعارف کنم، اون که بر نمیداره. نه قطعا بر میداره. اینجا هیچ چیزی به اسم تعارف وجود نداره. آقا مرسی که این ویدیو آخرش نگاه کردین. لایک هم یادتون نره، زد زیاد.